سلام. یکی از چالش‌های امروزمون اینه که با ماشین توی این کوچه دور بزنیم ولی با چشم بسته. خب امیر جون اول شما میری یا من برم؟ زرنگی میخوای من اول برم که قلقش دستم نیست من ببازم؟ من میرم. بفرمایید. خب امیر خواهد حله ولی دستمال داری بی زحمت بدی من بذارم زیر چشت؟ اعتماد دارم ولی اینم دستمال قشنگ شرایط چالش رعایت بشه. ببخشید. الان خوبه؟ الان خوبه. خب فقط یه مسئله به خاطر اینی که چشممون بسته است بهمون هم خدا نکرده آسیبی نرسه، هر کسی که توی ماشین نشسته اگر داره خطا میکنه و میخواد بره روی جدول، نفری که بیرونه باید بهش بگه ترمز تا طرف متوجه بشه که داره میزنه به جدول. ببینم چیکار میکنه. ترمز 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 ترمز. حله؟ عالی. اجازه هست ببینم؟ بله بفرما. چشو باز کن و ببین. خیلی خوب. ببینم شما چیکار میکنید. ماشینو بیاریم و توی سایه بچسبونیم به جدول که دقیقاً تو شرایط مساوی یکسان باشه. امیر بابا حاضری؟ حاضرم. چشمند تو به نظرم بسته است. درسته؟ این چند تاست؟ 10 تاست. 86 تاست. برم. برو. صاف به نظر میاد. بسیار عالی. درسته؟ خب خسته نباشی بابا جان. فقط یه دونه ترمز باید بهت میگفتم چرخ عقبت نزدیک بخوره به جدول ولی خودت سریع جمعش کردی. دیگه اون ترمز رو ما نگفتیم. فکر کنم پس یه ترمز شما من گفتی. درسته؟ یه ترمز بله من گفتم ولی خب یه ذره فقط بعد رفتم دیگه. خیلی هم عالی رفتی. دمت گرم. دم شما گرم. بدون استادی مثل شما مگه من میتونم چشم بسته نه بابا جون استعداد خودت بوده. ایول. زنده باشی. چالش بعدیمون درست کردن املت با یه دسته بسته است. متریال اونم برابره. یه دونه تخم مرغ، یه دونه پیاز، 2 تا گوجه برای هر کدوممون. 2 تا تاس هم اینجا داریم. تاس میریزیم هر کسی که عددش کمتر شد اون نفر اول شروع میکنه. همین آقا با اجازه. اجازه بفرمایید. 3 و 2 5. با اجازه. نشد. بیا بالا. 6 و 3 9. خب پس من اول شروع میکنم. همین آقا شروع کنی؟ بفرما. دود پیاز دیگه پیاز دیگه چشم بسوزونه دیگه. نه سوزونه پیاز نیست. نه نه پیاز سوزونه داره. اینجا که تایم مد نظرمون نیست دیگه. یعنی مثلا چالش قبلیمون زیاد تایم کاری نداریم. نه تایم زیاد مهم نیست.
زیادم روغن مصرف نکنید، برای سلامتی ضرر داره. حالا اینو یه دست روشن کن. بفرما. بابا خب با دست خوش. نه با یه دست. بوجه یه ذره سورتره، این کارو فکر میکنم سخت میکنه. حالا ناز نه الان نوبتت میشه. بهت میگم. گوجه و پیاز کاری کردی. ببینم تخم مرغ چیکار می‌کنی؟ یه ذره زردچوبه هم می‌خوام. زردچوبه از این پایین بده. یادمون رفت تو متریالمون زردچوبه بذاریم. زردچوبه. نه زردچوبه. دیگه این تهش هم میخوام جمع کنی نمیشه. اب نداره. یه ذره جلو تهش شدیم. حالا درش هم شل کردم که راحت خوش فلفلش کنم بخوری کیف کنه. نمک دادی؟ خب بریم برای تخم مرغ. این هم تخم مرغ. آشپز باشد. آشپز باشه. سرآشپز باشد. حالا چالش بعدی که میذاریم کباب کوبیده خوری ببینیم کدوممون بیشتر میخوره، اون وقت درسته. اون که بیشتر میخوره. چالش کوبیده خوری اونم با کوبیده شما که اصلا دیگه آدم یاتاقام میزنه.
آیا امیر خان به این میگن یه املت خونگی خوشمزه. حالا باید بخوریم تست کنیم ببینیم مزهش چجوریه. حله. تمام. خب امیر خان نوبت شما شد. حاضری؟ حاضرم. برو ببینیم چیکار میکنی. بیار بشه این کلهشو همین اول بردارم که شد. بابا که فقط این پیازه بره دیگه. فکر کنم جهت پیازه هم اشتباه بکردم. ای بابا اوه دود پیاز صاف رفت تو چشم. یه پیاز خورد کردن دود داره دیگه. منم به دودش حساسم. حساس نباش، هر روز مامون غذا درست میکنیم فکر چیکار میکنه؟ مامونا عادت دارم بابا. یه ذره گنده است. سلطان خورد کردن نامنظم پیاز خودم قشنگ. نمیدونم. این پوست روشو فقط این تیکه حالت خرابی داره. اینا که زیاد مسئله نیست دیگه. اصلا مسئله این نیست. من پیازمو پوست کندم، شما پوست پیازتم نکندی. پوست پیازم میشه آدم اینطوری بخواد کنه؟ بله اون پوست پیاز کنده شد. آخه این کل گوشتشو الان. بله به خاطر اینکه پیازو چپکی برش دادی. ولش کن، اب نداره. حرارت همه چیزو نابود میکنه. نمیخواد اونو بنداز کنار. اون پوست پیازته دیگه. اینم داره. نه پیاز نصفش پوست داره. اشک رفته تو چشم دیگه، جای اصلا نمیبینم. به هر حال شما تجربه من بیشتره. قشنگ واردی چیکار کنیم. من الان اینجا دارم معلوم نیست خودم. این پوستش بود. این سری دیگه درست چیز کردم. داداش ایو تقلا کردن امیرعلی برای پیاز خورد کردن. حالا بریم تا بعدش میشه. داره چشم اشک میاد. نمیری پسر. روزی 3 وعده غذا میخوری. آقا پیاز شما خدا وکیلی این همه گاز نداشت. من بغلت سفارشی بود مال منو. بغلت وایساده بودم اصلا این همه گاز نداشت خدا وکیلی. حالا نمیدونم شاید من الان بالا سر پیازم اصلا تو چش شما نمیره. این داره تو چش خودم میره. اومدم یکی دستم استفاده کنم. از اون دستت کوچیکترین استفاده بکنی رد شدی دیگه. باختی. حساسیتم دارم. تموم شد. این پیازت. خب امیرعلی رفت اورژانس. نمیتونه تحمل کنه دود پیاز رو روزی 3 وعده غذا میخوره. حساسیت دارم. من حساسیت دارم. این کارو با ما نکن. ببینمه. آقا باید چرخ گوش میوردیم پیازتو میرفت تو چرخ گوش راحت‌تر بودیم. پیازه شما هم کاتاکل افتاد انصافا. یا حق نگذاری. نخواه فندک بهت بدن؟ نه با همین میزنم. میبر غذایی که چربوچیل نباشه غذا نیست که. حالا درسته واسه سلامتی ضرر داره ولی خوب. بخوریم روغن بزنیم سکته قلبی رو ها. غذایی از من نخواهید دید که روغن کم داشته باشه دیگه. بریم واسه گوجه. شما 2 تا گوجه خورد کردی؟ نه نصف گوجه خورد کردم. ببین اصلا چاقوه به قدری تیزه بعد گوجه. ای بابا دست تو ببر اون ور، اون دست نباید بیاد جلو.
دست بیا جلو پشت میبندم دست تو. اوه اینجوری دیگه خیلی کار سخت میشه. بیاد اینجا، شما برگرد. خب ابتکار رو عشق کردی؟ کاملا رو عشق کردی؟ مال شما هم یه دونش اینطوری شد دیگه. حالا ایراد نداره یه گوجه این بلا سرش بیاد، طبیعیه. خدا وکیل چاقو رو تیز نکردی واسه من. در حال خورد کردن یک گوجه که درست میشه. یواش یواش. این از نیمروی اون روزت بود که سوخت آب ریختی تویش می‌خواستی بدی بخورین؟ اوملت به این خوشمزدگی بهت میدم بخوری عشق کنی. از این آره دیگه درسته. خب این یه کمی باید تو اینجا برم اینطوری. اینو باید اول جمعش کنم. من جمعش بدم. چطوری برگشت؟ چاقو که شما استفاده کردی اولش یه ذره تیزتر بود، به خاطر همینه که به خاطر اینکه شما چاقو رو روش بازی میدی. فکر کردی چاقو اره‌ایه. این چاقو باید ضرب بزنی، یه ضرب بره داخل. ندیدی من چیکار کردم؟ اینطوری هم نه خیر اونجوری هم نه. این اصلا پوست گوجه اینطوریه. بعد اولش یه حالت چاکی بیفته، اون پوستشو این شد. اگه نتونم یه گوجه خورد کنم که دیگه خورد کن. من باید این عقیق بلیز کنم حواست من داشت بقیت خوبیه خانگین ساله خانگین من هم مزارات شما شما میزنی شما رو خیلی نمایی نمیده بلس کنم خوبیه باید شما هم خوشت بدهی من خوشت تر کنم. و از اونجایی که میدونی من نمک زیاد میخورم نمکش هم نمک رو دیگه زیاد نری. یه مقدار زردچوبه هم به نظرم خوبه شده یه ذره کمتر. زردچوبه رم عزیز دل قبل از اینکه گوجه بریزی باید زردچوبه بریزی. جدی؟ که زردچوبه رنگش باز بشه. من نمیدونستم. داد میگیری. برنج خوشی باشه. بیا آقا باشم. حالا دیگه ما یه کردیم دیگه نشتی رو بیا با ما. این از این گوجه فکر میکنم بهتر باشه. اوه دست چپ نیاد جلو. واسه این قشوقه رو برش دارم. نمیخواد برداری بذار باشه. دستمو بذارم پشتم فکر کنم راحت تر باشه. ای بابا. و احساس میکنم تلفات هم گوجه هم پیاز من از شما بیشتر شد. اب نداره. شما فکر کنم مثلا من چاک نمینداختی، اینو مستقیم میرفتی پایین، اینم میرفتی، اینم میرفتی. دیدی چقدر راحته؟ این که آره دیگه بعد من میام اینا رو همه رو اینطوری جمع میکنم یه جا. این کارو دیگه نکردی ولی من این کارو کردم، ابتکار خوبی هم بود. ای بابا هر کدوم بلند میکنم زیرش خیسه.
چون دورش هم سوخته من هیچی نمیگم. قبول؟ مال شما هم یه ذره نیمسوز شده بود دیگه. بعد نیمسوز شده بود الان همه دوره برای سوخته مال تو. بعد این قضیه چی شد؟ قضیه این شد که من یک تجربه ندارم. دو، مال شما پیازش یه ذره احساس میکنم گنده تر بود، پوست پیازت هم خوب گرفت. اما تخم مرغ لبه این بشونمش. وای جانم چه خطی انداختی رو گاز. هرچی تخم مرغ بود آقای امیرعلی خان بابا ول شد لامصب، وگرنه نگاه خدا وکیلی تخم مرغ رو نگاه کن انصافا چقدر دقیق در خیلی دقیق. اصلا ببین بده 6 دیدم 8 مرالش چند هست. خب حالا املت منو خواهیدی تا این سوخته هاشم یه ذره بزنم زیر کسی نفهم. هیچکی نمیفهمه. خب و تموم دیگه. حالا بریم یه ذره خوشگلش کنیم. من دستامو بشورم، البته دستامو بشورم. نمیخواد دست بشورین، یه دستمال گذاشتم برای دستتو پاک کن. بابا اصلا یه جوری مسابقه رو محدود کردی. نه محدود نیست، شرایط یکسانه. شرط یکسان این تخم مرغی کسبی شده. هیچ اشکالی نداره. نه نزدیک بود دستمو بیارم. دست عقب، دستت عقب. این باید تا اینجای مسابقه با دست راست بودی، حالا چپتو ببر عقب. دیگه بیشتر از این بخوای جزغالش کنی بس دیگه. این خوشگلی خیلی هم خوشمزه، خیلی هم عالی. این هم شرایط یکسان. خب خسته نباشی بابا. سلامت باشی. زنده باشی. این املت منه، چون ظرفو خالی کردیم که امیرعلی بتونه درست بکنه. اینم املت امیرعلی. این مال من، این مال امیرعلی. نه بزن ببینن، بزن مردم ببینن جوونن چجوری املت درست میکنه غذای سوخته. با یه دست نداره. حالا تستش بکنیم ببینیم که املت من خوشمزه تره یا املت امیرعلی. حواس نکنید تو رو خدا. املت من فکر میکنم یه مقدار خیلی کم نمکش کمه، یه ذره. خب املت غذایی که میشه بعد از پختنم نمک بهش اضافه کنیم. این از املت من. حالا ببینیم املت امیرعلی چجوریه. از جای سوختش هم برمیدارم منو. و از اونجاش بردار که بتونی خب نظر درسته تو بدی. جای خوبی برداشتم. اینا دیگه این املتته دیگه. این املت زیرش سوخته. خب املت شما یه ذره کم نمک بود، مال خودم بخورم اینم حالا. خب من نظرم اینه املت من نمکش با اینی که میگم کم نمک بود، نمکش بیشتر از املت امیرعلیه. من نظرم اینه. الان خوردی جفتشو بگو. نمک این بیشتر بود اون؟ کدوم خوش نمک بود، کدوم میزون بود؟ نمکش تقریبا اندازه مال شما بود، ولی مال من چون زیرش سوخته یه حالت بود دودی گرفته، یه ذره اسموکی شده. آره، ولی مال شما خیلی خوب در اومده. نوش جان. یاد میگیری پسرم. حالا کباب کوبیده که درست کردیم با هم دیگه، کباب یاد میگیری، املت